اول اینا کوه چلدختران میایی چشمه امام اعظم. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا چشمه امام اعظم. با قدرت خدا میگه خلبیر نکایه او. این راه سالای پیشینی درنی آن دوستانی عزیز این راه درنی اوقاتی بود. این آواز یک ماسته که یک ماشین میگذره، یک ماشینی مایده میتونه که بگذره. ماشینای بارکش ممکن که نتونه. خیلی پایان قطعی راه هستن میگذره ماشینای بارکش. این ماسته که کم کپرکه که یک ماشین میگذره. ای انا اینجا چیزی اینترسنی بوده. اینجا کپرکی بودم بزر بوده. تخت چیکل میگذارن نمعلوم دیگه. وقتی زمان تو میگذاشتم. دوستان عزیز نگاه که جرا همه جا خوراک خوخشیدن. ایدر می سنگو گوار میکنی گل ایدمی در دلی سنگو گل. قدرتی خدا را دیده مچو در دلی سنگو گل ایدمی خیلی دوستان عزیز چی گفتنیم بخی پناه همت به خدا سربلند باشید. همون پیش رفته استیم همون مقصد که گفتی که دیگر نمیبینی بالا را برای هم خط اومدیم اینو با پایانتر شما رو بانوار گرفتیم چلدخترانه. باقی سربلند خانواد باشید تا برنامه آینده انتظار باشید. شما در جای معقوله شما بنویسین انشالله که ما رفته بانوار میگیریم یک جای تماشا میکنیم. این کوی زیبایی چلدختران. انا دوستان عزیز اومدیم از چلدختران دیدن کردیم. باور که حلاوت هم بودیم. جای زیبا، طبیعت زیبا، طبیعت دلفریب. خیلی نه چند که تونستیم بانوار گرفتیم تنها به خاطر شما برای شما تماشا کنید حلاوت کنید. دوستان عزیز برای گذشتن گرانیتسا ما شرکت محیدین رو به شما توصیه میتونم. مرا در این رقم زنگ زنین شما را ساخت سلامت برده اولش خدا آخرش خدا گرانیتسا میبرن میارن. باقی سربلند و خانواد باشید در گیجه باشید نباشید. خداوند یار و مددگارتون غریبا دعا میکنیم که کیساتون پری پل به بالای سر فرزنداتون بیاین. زنده باشید.